انسان ضعیف 4 نشانه دارد. اگر یکی از این نشانها در کسی دیده شود، بدانید که او ضعیف است. نشان 1. نبخشیدن. آدم ضعیف هیچ وقت نمیتواند کسی را معاف کند. یک حرفی خرد را سالها در دل نگاه می‌دارد. کینه را مثل زهر در قلب خود جا می‌دهد و همیشه دشمنی را یاد می‌گیرد. ولی یادتان باشد، آدم قوی قلبش وسعت دارد. کسی که میبخشد آرامش پیدا می‌کند. کسی که نمیبخشد خودش می‌سوزد. 2. قبول نکردن اشتباه. بسیاری از مردم اشتباه خود را نمیپذیرند. همیشه بهانه میآورند یا دیگران را مقصر می‌دانند. ولی انسان بزرگ کسی است که بگوید بله، این اشتباه من بود. 3. کوچک ساختن دیگران. بعضی‌ها کامیابی دیگران را نمی‌توانند ببینند. همیشه کوشش می‌کنند دیگران را پایین بیاورند. اما حقیقت این است، کسی که دیگران را بلند می‌کند، خودش بالا می‌رود. 4. زیاد حرف زدن. انسانی که همیشه حرف می‌زند و دیگران را گوش نمی‌دهد، دروغ زیاد می‌گوید. این قسم انسان احترام خود را از دست می‌دهد. یادت باشد، گاهی سکوت از هزاران سخن قوی‌تر می‌شود. این 4 ضعف بیشتر انسان‌ها دارد. ولی قوی‌ترین انسان کسی است که ضعف‌های خودش را بشناسد و آنها را شکست بدهد.